سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به جلسه دوم آموزش خوش آمدید. در این جلسه قراره با هم یک معادله درجه دوم حل بکنیم که این معادله ضرایبش ضرایب گنگ هستن. بچه‌ها کلا برای حل معادله درجه دوم هر کجایی که هست فرق نمیکنه. شما همیشه سعی کنید که روش‌های میان بر رو اول امتحان بکنید، چون که اونا شما رو سریعتر به جواب میرسونن معمولاً. حالا مثلا به روش‌های مثل تجزیه کردن یا نمیدونم از اینطور مسائل، یا الان روشی که میخوام بهتون یاد بدم روش جمع ضرایب هست. این روش بسیار ساده و کاربردی هستش که تقریبا در کنکور و در کل امتحانه که حالا در هر کجا برگزار میشه به این نکته توجه ویژه‌ای دارن. بد نیست که شما این رو یاد بگیرید و از اون در جای خودش به درستی استفاده بکنید، چرا که سرعت عمل شما رو به سرعت میبره بالا، به شدت میبره بالا و شما رو خیلی راحت به جواب میرسونه. این روش رو من نکتهش رو بنویسم، بعد تو این سوال من پیاده میکنم. نکته که هست چی هستش؟ اگر شما معادله درجه دوم داشته باشید به شکل ax2 به علاوه bx به علاوه c مساوی چند؟ مساوی 0. دو تا وضعیت اینجا پیش میاد. یه وضعیت این هستش که a به علاوه b به علاوه c مساوی چند؟ 0. یعنی جمع سه تا ضریب، یعنی a ضریب x2 b ضریب x c هم مقدار ثابت، جمع اینها برابر چند؟ برابر 0. اگر به این شکل باشه یکی از ریشه ها یعنی x1 قطعا برابر 1، ریشه دوم یعنی x2 برابر است با c a یعنی c تقسیم بر a. و شبیه همین یه حالت دیگری هم وجود داره، حالت دوم میگه a به علاوه c برابر باشد با b. a به علاوه c با b چی باشه؟ برابر باشه. اون وقت یکی از ریشه ها یعنی x1 برابر منهای 1 میشه، ریشه دوم می شود منهای c تقسیم بر a یا قرینه c a. این معادله رو نگاه کنید. a ضریب x2 چنده؟ رادیکال 3 منهای رادیکال 2. اون وقت b ضریب x چنده؟ رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 به علاوه چند؟ به علاوه 1. بعد c قرینه این مقدار. چرا؟ چون که این c رو به اون طرف برده، پس ما باید این رو باید اول به این ور بنویسیم. حالا من دیگه نمی‌نویسم، فقط علامتاشو برمیگردونم. یعنی در حقیقت من بخوام c رو حساب بکنم، 1 میشه منهای 1، رادیکال 12 میشه منهای رادیکال 12. حالا 12 رو هم باید شما حواستون باشه که این رو 12 رو به 4 ضرب در 3 تبدیل بکنید که 4 که از رادیکال بیاد بیرون بشه 2، یعنی بشه چی؟ بشه 2 رادیکال 3. پس 4 از رادیکال میاد بیرون، جذرش میشه 2، 3 هم داخل رادیکال باقی میمونه. پس مقدار c میشه منهای 1 منهای 2 رادیکال 3. بیاییم حاصل جمع این سه تا رو a به علاوه b به علاوه c رو حساب میکنیم. a چی هستش؟ رادیکال 3 منهای رادیکال 2 به علاوه b این رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 به علاوه چند؟ 1 به علاوه c میشه این مقدار، یعنی منهای 1 منهای 2 رادیکال 3 برابر است با. خب رادیکال 2 و منفی رادیکال 2 قرینه میشن. رادیکال 3 با رادیکال 3 جمعاً میشه 2 رادیکال 3، یه دونه منهای 2 رادیکال 3 داریم که این سه تاش با هم قرینه میشه. بعد یکم با منهای 1 که از بین میره، پس کلا حاصل این مقدار برابر چند میشه؟ برابر 0 میشه. خب میشه این نکته اول، یعنی این نکته میشه. در این سوال از این نکته اول استفاده شده. خب پس ریشه های ما یکیش قطعا برابر 1، یکی هم برابر چی هستش؟ c تقسیم بر a. خب مقدار c منهای 1 منهای 2 رادیکال 3، مقدار a هم که رادیکال 3 منهای رادیکال 2 هستش که ریشه دوم یک مقدار چه؟ مقدار گنگ هست.
که شما این رو به غیر از روش دلتا از روش دیگری نمیتونی حلش بکنی. اتحاد جمله مشترک و اینطور چیزها اینجا جواب نمیده. یا باید از روش دلتا حل بکنید یا باید از این نکته رو باید بلد باشید که حالا اگر شما از روش دلتا بخواید این رو بررسی بکنید مسلما تایم طولانی تری از شما میگیره که در کنکور حتی 1 ثانیه هم 1 ثانیه از حواستون باید باشه که تا اونجایی که میتونید فرصت ها رو استفاده بکنید و سریعتر به جواب برسید. پس شما از هر روشی که دستتون اومد و روش مطمئن و روش درستی بود استفاده بکنید که به جواب مطمئن و درست برسید. شما در این ویدیو یاد گرفتید که از این نکته به درستی استفاده بکنید. حالا میتونید خودتون تو خونه معادلاتی برای خودتون مثال بزنید. حالا فرق نمیکنه، میتونید با حتی مقادیرش مثل این مقادیر گنگ نباشه، مقادیر گویا بنویسید. اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک و کامنت یادتون نره. کانال ما رو سابسکرایب بکنید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.